اینجا حق هست محترم پیشوای ملت. ابراگم شب بیناموس محترم پوترم این قدر زنکی دم کده حالی هم در ازار تر میکنیم کدام محترم برای شما محترمه برای تو محترمه چون ترب میکنیم در ازارت برای من خاکش میکنه. اینجا رحمانوف نفره گفته سعی که شما حقی دست به سیاست زدن و دست به کار دولتداری ندارین. چرا برای اسماعیل ظاهر طاهر ممکن بوده است؟ صبر کن. برای چی برای اسماعیل ممکن بوده است که در معرکه‌های سیاسی اشتراک بکنه؟ برای چی برای رستم رحمانوف ممکن بوده؟ برای آزاده و تخمینه و حسن و حسین و شاروخ و شنکر و علی و ولی و نمیدونم جنسن و پنسن و جینگ پینگ ممکن بوده است دست به سیاست بزنن، دخالت در کار دولتداری بکنن، شرکت فراز بیا در دخالت سیاسی داخل شوه، مال و کالاش بفروشه برای مردم، شرکت حسن اسدالله زاده بوج گمرکی نسپاره. آیا روا است که راهبر کشور زنها اوریان پیش برهنه سر و لیج پیشواز بگیرن در پیشش رقص کنن؟ همین است منتالیته اسلامی؟ مدامه که ما فرهنگ تاجیکی برآمدین. با اسلام تاجیکی رفتی. فرهنگ تاجیکی مهم است یا فرهنگ اسلامی؟ کدامش برای تو مهم است؟ الو سلام علیکم. علیکم سلام. بگذارش تایید. بهروز سازی تنج خوبی؟ تشکر. از خدا نمیترسی تو؟ بابا چیکار کردیم؟ ها؟ کم تر خفاتر بیو که نمیخنجی درم میکرم بلیاز خدا. نه من در اکران میخنم با اکران غنیدن من بلگری تفتیسی کم در خفاتر بی بخدا کم تر خفاتر بیست. اوخین از چی خفا و پیشورا؟ تا از خدا نمیترسی؟ چیکار کردیم؟ اوخی یک بار همون پدر تزر نمیزنی از احوال پدرت با خبر شای بیچوره شب روز در فراقی تو سوخته سای میبروی در اینجا دهنت کف کرگی گب میزنی اوی دهنت این سوس میپره یک بار پدر اخته زنگ نمیزنی پرسیش. راست شبگو همون مادرت راست گفت که بچه من بی عقل است یا نه؟ راست شبگو مادرت درو گفت؟ به عقلم نه همین را جواب تکی در یک اینترویو وقتی که مادرت گپ زد گفت فرزند من بی عقل است از بی عقلیش کرده. واقعا سالم عقل یا که نه؟ اوخی مقصد که ساده او به عقل دیوانه نه. نه او نگفت ساده گفت که بچه من به عقل از به عقلی کرده است. گفتی یا نه؟ همون مادر هر چی میگه دیگه از علم دلش هر چی میگه نه که سیر را باید داد یا نه؟ یعنی گفتنه که سیری اویلوی را باید داد مادرت؟ نه سیری اویلوی نیست. یه در همون لحظی ما هم خیلی هست مثلا انجام میگه گولای فهمیدی؟ اصلا نمیگه که یا دعوای دیگه که در وقتای مبارزه میکردی که در روسیه بودی چیکار میکنی گفتی در نزد هیکل اسماعیل سامانی کو او رو فراموش کردی؟ نه بود در رحمت گذشت. نسبت اویلای رحمانوف زن زدم همچنین مسلمان همچنین برادر دین در گذشت مثلا چرا نگفتم که دست ای فلان بکش ای 20 مردم بکش. من طرف گفتم که از خدا بترس. بیا بالای همین نقطه رحمانوف بیا بالای موضوع رحمانوف یا صحبت کنیم. رحمانوف در یک نشست آخرش یک جوان بلند کرد گفت که برو نمازات بخون اگر که در سیاست دست زدی ها با جوابگری کشیده میشوی. یعنی چی؟ به گوش که گپی دروغ گفت برو نمازات بخون. این چی معنی داره؟ من چی میگم؟ خب برو نمازات بخون بخون آخه او کاری تو میخوای نمیخوای تو پروردگارت. سوال من است که شما در چند جا گفته که او بر ضد اسلام شخصی که بر ضد اسلام باشه مردم رو تشویق میکنه که نماز بخون. ای بلیاز خدا دین وکیلان پارلمان نشستن با او کسانی که لااقل با واتساپ یک از دیگر را درد میدادن همواره را محروم کردن. گفتم برای گم شید. سوال من را جواب ده که رحمانوف در همین سخن چی گفت؟ گفت که اگر دست به سیاست زنی با جوابگری کشیده میشه. یعنی چی؟ آخه گوش که مطرح گفته استم که همه سخنش که گفت برای نماز بخونه یعنی از دینداری او از دینداری محترم پیشوای ملت دلالت میکنه یا نه؟ خب بگذار میکنه. نقطه دیمش چی؟ دست میکنه. پس شما همین قروس تهمت زده که او بر ضد دینه.
ای به نام خدا قسم همه شما اینقدر به عقلین. او من چند مثال بیارم که در مقابل این چیزا میگه. جوان تا 18 سالگی مسجد نمیره و روسری زنها در جای کار روسری ندارن، مسجدها بسته میشه، در مسجد توی خانه است. ایاره تو مثال آوردن نمیتونی، یک حرف چرت و پرت که گفت تو اومده مرا قدیما دلالت مثال آوردی که رحمانوف غمخوار دین است، رحمانوف روش سیاه است. سوال مرا جواب تکی برای چی زید کنستیتوسیای تاجیکستان رحمانوف در همون نشستش حرف زد؟ مست بود یا دیوانه؟ کدامش؟ تو سوالی مرا جواب تکی. من یگام سوال تا جواب نمیتم. سوالی مرا جواب تکی. مدام رحمانوف میگه برای نمازات بخونه، آیا تا 18 ساله به مسجد رفتن روا است؟ تا 18 ساله جوونا همه رفته سن. او قانونگذاری من کرده است. قانونگذاری من کرده است. میگه نمیری تا 18 ساله مسجد. چه قانونگذاری من نکرده است؟ تو بیار بگو در کدام بندی قانون فقط وقتی درسیده باید جوان درس بروه، نه اینکه در مسجد باشه. این زید شریعت نیست. فهمیدی؟ علم فرضه، نمازم فرضه. فهمیدی؟ نماز خلیفه خودش داره، در خونه میشه بخونی، اما علم او معلم نمیتونه که وقتی نماز پیشین تو جواب تیا برای اون نفری که به نمازه او را درس بده و بعدم بیا باید درس بده. فهمیدی؟ یعنی که خلیفه نداره. معنای خلیفه را میدونی چیه؟ تو مرا توی نقل نگی. من دیگه توی سنتی تو نمیدونم که برای من توی نقل کردی. سوالی مرا جواب ده که آیا رحمانوف در سخنی که برای مردم گفت که شما دست به سیاست نزنین، من در اینجا 3 تا ماده سرقانون آوردم. در برای من کردن 18 ساله مسجد گفتی، من جواب دادم. پس اینجا حق هست محترم پیشوای ملت. ابراگم شب بیناموس محترم این قدر زنکی دم کده حالیم در ازار تر میکنیم. کدام محترم؟ برای شما محترمه، برای تو محترمه، چون ترب میکنیم در ازارت. برای من خاک خنکه گوش که این یک آداب اسلامی است. وقتی یک انسان کدام آداب از کدام آداب برای گپ میزنی؟ تو خود در نوار و در زیلا گفتی که من میرم اویله رحمانوف در سرش نمیدونم چادر چی میکشم. تو بدی همین نفر بدی یا نه؟ قسم بخور. با والله بالله تالله قسم میخورم تو بدی. زب سموندن نتونستی چی؟ شما اگر زب سمه داشتی من ترک گو انمو شعرات یا شعر داشتی میگفتی که به نام تو بهترین سراغات گفته بلبلت میخوند گپ میزدی رحمانوف. به نام تو بهترین سراغاز، با نام تو بهترین سراغاز، به نام تو نامک کنم باز یگان زیر شریعت هست. و بعد دوامش بعد سر میکردی همون روبایایی که نسبت اولی رحمانوف در نظر اکلی سامانی میکردی تو بدی. با خودی من دنبال این نمیرم، دنبال این نمیرم چون که تو آماده نیستی در حرف جواب دی. سوال دیگه جوان مرد بهروز. سوال دیگه من ایرا دنبالش نمیرم. گوش کن، من همین نقطه رو در اینجا نقطه میگذارم. من کاری ندارم با اویلا و بزن و با فرزندی و ولش کن. اما از موضوع سیاسی نقطه مهم است. سوال مرا جواب ده کی موضوع سیاسی یک سوال میتی. اول تو سوال مرا جواب ده و من سوال تو جواب میدم. صبر کن. رحمانوف در همین سخن چی را میخواست اثبات کنه؟ چرا جوان حق نداشته با سیاست دست بزنه؟ تو سوال مرا جواب ده بهروز جان. تو مرا نمیتونی گول زده، مرا نمیتونی فریب کرده. تو مرا نمیتونی فریب. صبر کن، بیا باید خاموش نکنی میری. تو مرا نمیتونی که همو پتی به معنی تا داخل سری من بکنی و بیای حرف تا بزنی بروی. تا زمانی که سوال مرا جواب نمیدی یک قدم پیش نمیری یا که گم میشی. همین استودیو ما وقت ندارم خاطر هفته هست کنم. بیا سوال تا رحمانوف در همین نقطه چی را میخواست اثبات کنه؟ چرا جوان‌ها را با سیاست دست محروم احترام میکنیم؟ یکم نوبت شما سوال بده. قبول نکن خانت بخو. چرا رحمانوف در همه جا مردم دست به سیاست زدن محروم که شما دست به سیاست نزنید؟ یعنی چی معنی داره؟ وای نگفت دست به سیاست، گفت که با کارهای حکومتی وقتی که نوارش گذارم که دست به سیاست کار نگیره. نوارش بگذارم. بگذار نوارش چی گفته است؟ من گوش نکردم. من نوارش بگذارم تو خط میشه. من در تلفن میذارم گوش کن. برای که من نوار گذارم در کامپیوتر من هست خط میشه. صبر کن. خب نوار یک جا باشه. ای قرنای اینا مرحمت نشنوی من تکرار میکنم شکرانه کنه که آزاد هستین. میخوای روزتون رو میگیره، میخوای میری مسجد، لیکن با سیاست با کار دولتداری مداخله نکنه. کردی در نازی قانون جواب میدی. خب
حق گفته است. یعنی یک حق نفر گفته است. حق نداره به سیاست دست زنه؟ دست زدن در حق داره. اینجا گفته است زمانی که دخالت این نکنیم به زبان سیاست. این student میگه به بیچاره. سیاست دست این student نزنه. های. صبر که میگه به سیاست دست نزنه، به کار دولتداری دخالت نکنی. یعنی چرا یک نفر به دوام، سیاست دوام. دست نزنه؟ دوام شبمون چی میگه؟ همین دوام خاص شبمون. اگر کردی در نزد قانون جواب میدی. گوش که برادر سلمان این دوام داره، میگه به هر گروه ها داخل نشه. این بحث اون روز من نوارش گوش نکردم، بحث اون روز در محمد جان کبیری که در اونجا رفته زبد، فهمیدی؟ بعد هر لا اله هست، فهمیدی؟ این مرا صبر کن، تو بستو نفع اثبات هست، تو بستو فهمیدی؟ کدام اثبات؟ مقصد از این اینجا رحمانوف نفره گفته است که شما حقی دست به سیاست زدن و دست به کار دولتداری ندارین. چرا برای اسماعیل ظاهر و طاهر ممکن بوده است؟ صبر کن. برای چی برای اسماعیل ممکن بوده است که در معرکه‌های سیاسی اشتراک بکنه؟ برای چی برای رستم رحمانوف ممکن بوده؟ برای آزاده و تخمینه و حسن و حسین و شاروخ و شنکر و علی و ولی و نمیدونم جنسن و پنسن و جینگ پینگ ممکن بوده است دست به سیاست بزنن، دخالت در کار دولتداری بکنن، شرکت فراز بیا در دخالت سیاسی داخل شوه، مال و کالاش بفروشه برای مردم، شرکت حسن اسدالله زاده باج گمرکی نسپاره، راهی که داماد رحمانوف ساخته است در ولایت سوق به دوشنبه باج گمرکی نسپاره، باج گمرکی برای عائله رحمانوف تجارت به پول باشه، همه چی به پول باشه. اما برای من و آن و ویها و دیگرها دست به سیاست زدن جنایت باشه. مگر ماده 6 سرقانون شهروند اجازت نمیتیه؟ تو چی خیلی میگی به کاری حکومت دست نزنن؟ من برای تو بگذارم که چی میگه. ماده 6 در تاجیکستان خلق بیانگری صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی می باشد. در تاجیکستان خلق سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی است، نه که سامان و رستم رحمانوف. میفهمی؟ مقطع فهمیدم. بهروز خب از گوش کن، شما و جوان مرد شین، اگر شما وقت کم بودی یک نفر هم میگه کو شما جایی که کاری خوب کرده اوش هم بگین چی با جایی که تشویق اوش جای خودش نمیمونه. اینجا علکه رحمانوف به مردم تهدید کرده سای حکومت اولادی دیکتاتوریش ساختگی است، به مردم تاجیکستان تهدید داره که شما اگر دست به سیاست و کاری دولتداری زدین زندان میشوین. سرقانون کشور در ماده 67 سبکش ماده چند ما ببینیم ماده پرزیدنت ماده 67 میگه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان من همچون پرزیدنت سوگند یاد میکنم که کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری را حمایت میکنم. میگه کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری را حمایت میکنم در ماده 67 باب پرزیدنت. در ماده 2 حقوق و آزادی‌های شهروند میگه که ماده خب نیا کن ماده 27 شهروند حق دارد در حیات سیاسی و اداره دولتی به واسطه یا با واسطه وکالت اشتراک نماید. یک شهروند در کار سیاست اداره دولتی به واسطه یا با واسطه دخالت بکنه. اما رحمانوف در اینجا میگه که تو حق نداری به سیاست و کاری دولتداری دخالت کنی. مگر سوگند رحمانوف در اینجا تجاوز میشوه؟ مگر رحمانوف قانون ویران کرده است؟ مگر چرا رحمانوف پس به جوابگری کشیده نمیشوه؟ چرا؟ مرا گوش کن توی که علف خوردن نره بهروز چی بخره علف خوردن؟ چرا رحمانوف تهدید کرد برای مردم؟ این چی معنی داره؟ تهدید نکرد. چرا مردم از سیاست برکنار کرد؟ چرا مردم شما از سیاست دور بدید؟ درس بخون، نماز بخون، روزه تا بگیر. من تو میدونی که من از نگاه شریعت گپ میزنم، اکثر گپا من از نگاه شریعت هست. گوش کن، از نگاه شریعت کاری هر کس نزه که در کارهای دولتی و احکام مردکی خوب در اینجا نگاه شریعت، در اینجا دولتی ما دولت اسلامی نیست. نگاه شریعت برای من بیاری. جمهوری تاجیکستان چی گونه کشور است؟ مسلمان برای تو. صبر کن، ما کشوری شاهی و کشوری جمهوری اسلامی نیست. پس قانون رو بگیرین موافق قرآن دولتداری کنین. آیا همه چیز است؟ گوش کن. آیا در تاجیکستان ساختی دولتداری توسط قرآن است یا توسط کنستیتوسیای تاجیکستان؟ موافقی کنستیتوسیای تاجیکستان است، اما ما دموکرات هست که با انا بگیم منتالیته تاجیکی اسلام های فهمیدی مسلمانن، فهمیدی؟
خب همون مینتالیته آیا در مینتالیتت مسلمانی صبر کن در مینتالیتت اسلامی آیا روا است که راهبر کشور زنها اوریان پیش برهنه سر و لیج پیشواز بگیرن در پیشش رقص کنن همین است مینتالیتت اسلامی مدامه که ما فرهنگ تاجیکی برآمدین با اسلام تاجیکی رفتی فرهنگ تاجیکی مهم است یا فرهنگ اسلامی کدامش برای تو مهم است برای من هر دوش برای من مقدس است هر دوش یعنی تو در برابر فرهنگ تاجیکی تا میبیاری در برابر فرهنگ مسلمانی یا جای میکنی مقدس است هر دوش خداوند در قرآن میگه که گوش کن من دلیل میارم میگه من شما را قوم قطعی آفریدم که همدیگری تا بشناسی همدیگری تا بفهمه گوش کن همون سطری که در اسلام گفتگی های همون زنهایی که رحمانوف پیشواز میگیرن یگام توش صبر کن زنهایی که رحمانوف پیشواز میگیرن صبر کن یگام توش آیا روسری داره اکثرش روسری دارن ای سبحان الله ای مردکی خوب همون لشیروفکا برا مرشیروفکا که گذشت یگام زن دیدی که زنکی دروازه روسری نداشت آخه از هزار یک تا او قدر زنهایی که رحمانوف پیشواز میگیرن آیا موافق فرهنگ اسلامی بود که تو در اینجا آورده گفته که کشور ما کشور دموکراتی است اما طبق قانون اسلام رفتار میکنه که روسیا دروغ میگوی من طبق قانون اسلام نگفتم طبقی گوش که طبق قانون اسلام نگفتم اگر طبق قانون اسلام را باید از شریعت از کنستیتوشن دروغ نگو پس جمهوری ما جمهوری کنستیتوشنی است درست جمهوری ما جمهوری کنستیتوشنی است درست قانون اساسی کنستیتوسی است درست قانون اساسی کنستیتوسی است درست صبر کن نه بس قانون اساسی کنستیتوسی است درست پس در همین جا رحمان رو با قرآن سوگند خورد یا با کنستیتوسی من سوگند خورد ندیدم رحمان رو با کنستیتوسی سوگند خورد یا با کتاب پروردگار رحمان مسلمان های رحمانوف با چی سوگند خوری مسلمان است با چی سوگند خورد با کنسوس سوگند آیا یک مسلمان با کنسوس باید سوگند بخوره این هم مدام قانونی مسلمانی با قرآن سوگند خوردن جایزه نه با قرآن هم سوگند خوردن جایزه بگذار جایز نباشه تو نو در اینجا برای ما گفتی که با قرآن هم سوگند خوردن جایزه از همون کنسوس بالاتر است یا که نه قرآن شما اسلامی میخواهید که دموکراتی بس گوش که برای کدامش مهم است برای کدامش بهتر است من الحمدلله که اسلام از دموکرات بالا میدونم پس چرا تاجیکستان کشوری دموکراتی است تو اومده از رحمانوف دفاع میکنی که در زیر از با کنستیتوسیای دنیوی دولت داری میکنه با کنستیتوسیای دنیوی برای که عدالت وجود داره در تاجیکستان عدالت وجود داره بله عدالت وجود اگر عدالت است کنی برای من 3 تا کمبودی رحمانوف بگو من یک کمبودیش در وقتی نوردین رضایی گفته بودم بگو کمبودیش بگو گفتم که باید همین شما خواهینه ملت ده ها نو سامانی دار بکنن در تحت خواهین بنویسن که دیگه خواهین نشوه یه چیز دیگه بگو ترام یه وقت خواهین بدی پس در تای ترام باید بنویسن خواهین نه یه وقت ترام بدی کو باید من هم میکردن نمیخواه که برای آینده باید من هم میکردن نگو ای بچه این کلمه را نگو باید در زیر پای مرا مینویسم بگو اگه دیگه بگو یکم دیوم اینکی پس چرا مدام که ساختی دولتداری ما صبر کن جوان مرجع تو مرا جوان مرجع ناموزم تو مرا جوان مرجع ناموزم حالا تو نرفتی نقطه موضوع مرا تمام نکردی من سوالات جواب میتم سوال دیگه من همین بود که دولت ما دولتی کنستیتوسیونی جمهوری است دولت جمهوری تاجیکستان است جمهوری اسلامی تاجیکستان است جمهوری است فرق میکنه چیز از روی کنستیتوسیا دولت داری میشود در ماده 67 بابی پرزیدنت رحمانوف با کنستیتوسیا سوگند میخوره و میگه من قانونهای کشور را حفظ میکنم یعنی محافظ سرقانون کشور میگه من هستم خب درست در ماده 60 ماده 6 و ماده 27 یک یعنی بیانگذاری حاکمیت در دست خلق است و ماده 27 میگه که شهروند حق دارد در فعالیت‌های سیاسی یعنی که مستقیما داخل شود دخالت بکنه یا شهروند حق داره معرکه انتخابات معرکه سیاسی است یا که نه سیاسی پس یک شهروند حق داره که در انتخابات دخالت کنه رأی شبته معرکه سیاسی است اما رحمانوف در این سخن میگه که اگر شما در سیاست و ساخت دولت داری دخالت کنین
او زندان میروی، جواب به جوابگری کشیده میشه. پس رحمانوف در همینجا کنستیتوسیون کشور پایمال کرد یا نه؟ آخه شما تا بعد حل و ایلوش نمیبینی؟ اتحالی بستا چی خرید؟ دوامش چی بود؟ دوامش گفته که من یک گوش نکردم، نه که در برنامه اینا محمد جان کبیری من تماشا کردم، گوش کردم که هوای خودشون گفتن که محترم پیشوای ملت گفته است که شما در کارهای دولتی مداخله نکنین و در هر گروه های افرادی داخل نشین. مقصد اونش نمی شما هستین که همینجا شیشتگین انا در کارهایی که شما عقلتون نمیگیره در همون دخالت گزین. یعنی که فند فریب شما را نخرن، بچه هم برن نماز بخون، روزه تبگی برای قفای زندگی میشه، برای کار بکن. زمانی که در سیاست دخالت کنه میشه او دانشگاه هر کی تمام کردی عقل یاد گرفتی سیاست فهمیدی بیا دخالت بکن. این دگیجا گفته که این گپ دگیجا گفته که مدام که یک نفر دانشگاه را در چند سالگی تمام میکنه، چرا مدام که دانشگاه را در نمیدونم خب 22 سالگی تمام میکنه، چرا یک نفر در 18 سالگی در معرکه انتخاباتی که معرکه سیاست است الکی داخل میشوه ولی برای او اجازه نبوده است تا دانشگاه را بوده که در سیاست داخل نشوه؟ این خودش از زبان قانون تو تحقیر کردی، تو سر قانون کشور خودت پایمال کردی، تو خود جنایتکاری. این همینجا خودت یک جنایتکاری که قانون برای شما مهم نیست. حرفی رحمانوف از کنستیتوسیون برای شما بالاتر است، میفهمی؟ فرمان از نصیحت میفهمی؟ او فرمان نداد از نصیحت که نصیحت از فرمان میفهمی تو چیه؟ امر از نصیحت یک رهبر کشور پدر یک کسی نصیحت کنه، او در یک نشست مهم رفته است مردم گفته است که صبر کن رهبر کشور صبر کن صبر کن صبر کن. رحمانوف در یک نشست مهم در روپروی دوربین در پیش دهها صدها نفر میگه که اگر شما به سیاست و کاری دولت داری دخالت کنین زندان میشوین. یعنی اینجا تحقیق در حق سرقانون است. بگو والله زندان میشین گفته است. سبحان ایچ به عقل ما ایتری گو نه دیدم باور که ایتریش نه دیدم. گفته است والله. بگو که والله گفت زندان میشه. برای چی باید او والله بگو؟ نه تو بگو که والله خدا که بهاری ملت که زندان میشه. این همیو رحمانوف دفاع میکنن. این همیو میگه که تو بگو والله. سوالی من جواب ده. آ بچا سخن رهبر کشور از او دیگر نیاز به والله بلا. رنگ همون بهروز تو در یک منبر بر اومده است. من اسناد برای تو نشون دادم. مثل همون تو کودک که جمع میشه کو به خدا بگو که نان ما رو ندزدیدی تو والله بخیر. تو دیوانه چی تو والله بگو. تو منبر جای شوخی است. بهروز مطرح قسم دادم که بگو والله که تهدید کرد که شما زندان میشه. ای وای من در دیونگی در واقعا مادر راست میگفت است که دیدی نبودی. بهروز شو تعبیر خطا دیدی چه نمرد توالی من جواب ده. واقعا من هم مادری تو کو واقعا گفتم اگه من دیگه تو مریض عزیز بس مریض میگم تو مریضی تو میگه که تو قسم میگی رحمانوف والله گفت است که تو من اوه این دینه را بی ای وای خدا نگهبان جوره مطرح سوال دادم مطرح قسم برای جوره